وقت شما بخیر باشه. روز 8 دسامبر در چارت طلا هستیم. مروری داشته باشیم اتفاقات پرایس اکشنی و نکات سایکل بیس امروز رو. یک نکته رو در ابتدا خدمتتون عرض بشم. کندل های آغازین امروز در بروکرهای مختلف اندکی متفاوت بودند. در بعضی بروکرها مطابق آن چیزی که در اینجا مشاهده میکنید یک کف پایینتر در کندل سطح 1.25 زده شده، اما در بعضی بروکرهای دیگه این اتفاق رخ نداده. به زعم من این مدل و این کف پایینتر میتونه از اعتبار بیشتری برخوردار باشه، چرا که در دل خودش یک سایکل رو خلق کرده. به این شکل که مشاهده میکنید ما میتونستیم از این کف و سقفی که در آغاز روز 8 ساخته شده یک کانال رو ترسیم بکنیم که در پیش زمینه خودش و قبل از اون یک موج ریزشی قوی، یک اسپایک رو داشته، فلزا یک سایکل کامل محسوب می شده و بریک این ترند یک محدوده رنج رو برای ما پدید می آورده. میتونستیم از آخرین سقف به اولین کف محدوده رنج رو داشته باشیم که تا به اکنون مارکت معتبر بوده. از قسمت بالایی هم اونطور که مشهوده یک لول اکستند رو داشته. واکنش های قیمتی خیلی خوب، دو واکنش ناقص رو در این بخش و این محدوده زمانی شاهد هستیم که اتفاق افتاده که مورد دوم به صورت کاملا موفق با ساید پایینی محدوده اصلی کراس داشته قیمت، ریاکت های قیمتی در ادامه و نهایتا بریک این محدوده رنج در یک موج ریزشی پرقدرت. نکته‌ای که ازش همواره صحبت میکنم، این سقف قیمتی با زده شدنش میتونه برگشتی رو داشته باشه به درون ناحیه رنج، کمان که فعلا این اتفاق رخ نداده و ریجکت شده. عملا این فاز بدون پولبکی که این سقف رو زده تثبیتی رو داشته و الان هم ممکنه بخواد یک ستاپ ریزشی رو اگر موفق عمل نکنه و حداقل یک ریاکت قیمتی نسبت به کف ناحیه رنج بریک شده نداشته باشیم، محتمل هست که ستاپ ریزشی بخواهد شکل بگیره و این سناریویی که خدمتتون عرض کردم فیل بشه. خیلی متشکرم از تماشای شما و بدرود.